پسرای گلم سلام. امروز داریم آکواریوم لندن رو ببینیم، جایی که میگن ماهیای کوچیک تا کوسه‌های خیلی بزرگ اینجا زندگی میکنن. بریم با هم داشته باشیم ولاگی از تفریحات سالم لندن. با من همراه باشید. اومدیم تو آکواریوم لندن. الان قسمت ورودیشه. ولاگ امروز از تفریحات سالم در لندن. اسم این ماهی زبون درازه، دو تا حالت شاخک داره داخل زبونش، همینجوری به گل و گیاها و چیزی که میخواد بخوره ضربه میزنه و اون شاخکشون رو میخوره. این قسمت دیگه شه. وای چقدر اینجا قشنگه، باید اینجا رو ببینید. این افسانه از واقعیت نداره ولی خیلی خوشگله. آره نمونه بزرگیشه، یعنی بزرگ که از اونها بزرگتره. قراره وارد دنیای جنگلی بشیم، چیزی که من خیلی ازش بدم میاد. فکر کنم جک جونور و اینجور چیزها هم داشته باشم. خیلی مورچه آسمان سبز اینجا قایم شده، خوابیده تقریبا. اینه از ماربد ها میاد. بال اینجا هست، سر تا سرش رو از این لوله ها کشیدن. این لوله ها و مورچه ها هم اینجوری داخلش دارن غذا برمیدارن میرن جایی. این لوله تمام سر تا سر این جریان هست. حالا اینجا میاد بالا میره اونوری جوریه که با مورچه ها رو از نزدیک بشه لوله تا اینجا میاد. یکی از نمونه حیوانات اینجا نگه میدارن. اینجا سفره ماهی رنگی کوچولو دارن. چه کوچولو هم نیست. اومدیم تو دنیای جنگلی دوباره ماهی شد. این سلطان چندش و زشت. حتی آقایی که بهش غذا میده خودش جرئت نداره زیاد نزدیک بشه. بچه کرکودیله ولی تکون نمیخوره. چرا؟ خیلی لشه، خسته است. مانی که کرکودیل بودن انگار پلنگ بودن. این سلطان اینجا لش خسته. چون بچه جنوبم و با این ماهیا و نمیدونم این کوسه و لاک‌پشت و کرکودیل و اینا اصلا ما زندگی میکنیم با اینا بزرگ شدیم، زیاد برام واقعیت رو بگم جذابیت آنچنانی نداره. حیوان مورد علاقه منو ببینیم. چقدر نازه خدا، خیلی بامزه است. چجوری راه میره؟ دستا باز. سرخم نمی کنم مدال بگیرم، لات زندگی میکنم که لات بمیرم. خیلی پنگوان دوست دارم، یعنی از بچگی که از آرزوهام بود که یه بار پنگوان ببینم. واقعا کیفیه. اینجا عروس دریاییه در ابعاد کوچیک. اینجا آکواریوم که تموم شد، بریم با هم دیگه چرخ و فلک رو ببینیم. چرخ و فلک معروف لندن، ببینیم اونجا چه خبره و چجوریه. من که بگم از ارتفاع میترسم ولی این دیگه یکم زیادی بود. توی خودم میگیدم نشستم این گوشه سعی میکنم مثلا
سر خودم رو گرد کنم با چیزای دیگه پرواز اینجا تمام شد. پرواز پلیس چرخ و فلک نوردمون از اون به تفریح سالی میکردم انجام بدیم خوردن کاپ توت فرنگی و شکلات بخوریم ببینیم چیه. عسل لامصب جای شما خالی. آقا دوستان کلیسی دوست داشتنه ما اومد بریم سوارشون ببینیم چه خبره کجا اون میبرم. دوستان عزیز اتوبوس گردی ما هم تموم شد. میریم که چیزی بخوریم و بریم خونه همون. امیدوارم که لذت برده باشید. نشد زیاد داخل اتوبوس بردم حرف بزنم، سر صدا بود شروع بود و این که امیدوارم لذت برده باشید. تا دیگه میبینم اتون.